اینجا اگر مقصدمون از سطر اون معیاری که مثلا دینی مبین اسلام برای پیروانش معین کردگی باشن، اگر همون معیار باشن، همون معیار رو با همین سر لباس ملی هم بجا آوردن ممکن است. ما یک نفر اتقانمند میتواند با همین سر لباس ملی همون معیارهایی که شریعت معین کرده است همون رو بجا بیاره. اما در مسئله لباس بیگانه البته گروه کاری با شمول نمایندگی وزارت فرهنگ و وزارت کمیته زنان، اجندا، کمیته دین و دیگر اداره ها سر این موضوع معین کرده شدن که ما چگونه لباس‌های توسعه‌ای که خاصی ارزش‌های ملی و عنعنه‌های ملی ما هستند در وقت‌های نزدیک و عامه پیشکش نماییم. در موردی فتوایی که صادر شد، البته این 100% از نقطه نظر دین مبین اسلام هست و دین مبین اسلام یعنی لباسی مناسبی که معیارهای شرعی رعایت می شود توصیه می دهد و امر میکند و لباسهای ملی که در اون رعایت معیارهای شرعی هست، البته با اون لباسها یعنی میتوانند هم لباسی ملی در بر داشته باشند و هم لباسی مذهبی در بر داشته در یک وقت. چرا که دین مبین اسلام هیچ نمودی رنگ یا دوخت یا طرح معین پیشکش کردگی نیست. حالا ببینیم تمام ملت‌ها با لباس‌های ملی خود معیارهای شرعی را رعایت میکنند، چی ملت اندونزی باشد، چی مالزی باشد، چی عرب ها باشند، چی دیگر ملت ها با رنگ و نمود و دختی خاصی ملت های خود معیارهای شرعی رعایت میشد. این رو 100% دین مبین اسلام قبول دارد و فتوای ما هم یعنی به همین مسئله است که دین یعنی با لباس‌های ملی یعنی مدامی که معیارهای شرعی رعایت میشود 100% در بر کردن اون بهتر و خوبتر و افضلتر و شورای علما همون لباس‌های ملی رو توصیه میده. یک نکته که در این متن این فتوا هست موضوعی حریر و تنگ و سیاه هست. میشه این نکته را بگید که این مربوطی کدام قشر جامعه است؟ آیا فقط با خانم ها متعلق ارتباط دارد یا با مردم ارتباط دارد؟ یعنی حتی در اونجا کلمه یعنی اخلاقی هم اومدگی است. ما در نظر داریم اون نیم اوریانی که تماما به ملت ما بیگانه هست، اون رو هم در نظر داریم که توصیه داده نمیشه. باید که خواهران و مادران عزیزی ما باید عفت مادری خود رو و عفت زنی خود رو باید رعایت نمایند و پیروی از فرهنگ بیگانه که از پس اون برای ملت ها بلاهای زیادی بار میکنند، یعنی از اونها حذر داشته باشند. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری که حالا سیاه عادتا از قدیم مردم ما به سیاه پوشی عادت نکردند، نه در نظر اکثریت کلی چی مادر خواهرها و چی مردم تاجیکستان رنگ سیاه یعنی چندان قبول نیست. برای همین لباسی اسلامی باید یعنی چی؟ یعنی ملی یعنی سیاه نیست از ما. خب و دیگر اینکه به نهایت چسبیده و که تمام عضوهای بدنش نمایان می شود با اون سر و لباس که اون رو به نام حجاب می پوشد، اون حجاب اسلامی هم نیست. چرا که حجاب اسلامی یا سطر اسلامی یا لباس اسلامی یعنی عفت و حیا در اون رعایت می شود.